شو. مراد؟ چه خیلی آخر؟ یا اینکه تو در کوبیدن رو نمیدونی تو همکار؟ آن در دست تو چیکار میکند؟ چرا انگشترین خانم زینب را دوزیدی؟ نفهمیدم. چی گفته ایستاده ای تو؟ چی گفتنم را بسیار خوب میدانی مراد. انگشترین خانم زینب را دوزیدی. همش رو دیدم. به اینجا گریختی. تو را تو اینجا تعقیب کردم. کرتا کلاس هم از پس این انگشترین بود. یانکی تو کرتا کلاس هستی؟ بله، من کلاس هستم. این غیر امکان است. این آدم کیوس بوده نمیتواند. معلوم شد که تو کرتا کلاس هستی. یعنی چهره‌ات رو عوض کردی. خیلی زیبید است. تو این رو چخیلی قدر پنهان کردی. با چهره‌ات رو عوض کردن کارت تمام نمی شود. وظیفه همین است همکار. فریب کردن. خاموش باش. من همکار نگو. ای بس آخر همکار. یک جای خیلی کار کردیم و خاطر روزهای گذشته. خاموش باش. تو رو دستگیر کردم کرتا کلاس. کنی از جایت خیز. گپت رو نمیگیرم همکار. انگشتن رو گذار. کنی به پشت بگرد. همکارای بست آخیر. پشتت رو گردانه حریف. من حالا چیکار کنم؟ او رو گرفته میبرد. گپت رو نمیگیرم همکار. مرا همکار نگو، به پشت بگرد. مرا همکار نگوی. باز یگان حرکتی اینجا نکنی. فهمیدی؟ این خیل نمی شود. اجازت نمیدیم که او تو رو برد. ایستو!
از جای نجم که بپرانم. آرام شو همکار. چخیل همکار؟ پیشتر حریف گفتی کو؟ گپ‌های ما رو به دلت نگیر. ناگهان از دهانم برآمدن همکار. خاموش باش. همکار دیم نگی نکن. کلاس بودنم را فهمیدی؟ مرا آشکار کردی. باید موری. به تو وعده میدیم به خدا قسم کلتکلس بودن رو به هیچ کس نمیگیم. اکنون میدونی که من کی هستم. باید که بمیری. التماس میکشم. نپران. میپرانم تو را. میپرانم. نه ایست نکن. میپرانم. پرام. چی گپ است؟ کلتکلس بودم. چی گپ شد؟ خدای توبه. بگیر سلاحت را. تو را دستگیر کردم کلتکلس. التماس نپران مرا. التماس همکار به خاطر روزهای گذشته. آدمی پست مرا مسخره میکنی بازه؟ تو کلتکلس نیست همین خیلی نیست شغال؟ این بیشرم کلاس نبوده است. چه خیلی ترسیدی همکار؟ تبت خیره شد. بیا بیا بشین. البته که ترسیدم حیوان. مرا میکشتی آخر. از راستی تو را کلتکلس فکر کردم. آخر ما رو میپراندی. آدمی پست بوز مسخره میکند. کلتکلس بگوید حالا هم. چه خیلی زیبیده هست همکار؟ ها؟ بس کن آدمی حریف با دنتگیز میکنی. تو مرا خنداندی که خدا تو را هم بخنداند. انگشترین آن دختری بیشرم را گرفتم گفته مرا کلاس فکر کردی. من تو رو میکشم. بوز مسخره میکنی ها؟ شرم نکرده میخندد. زینب جان دیوانگی نکن. سلاحت رو به زمین گذار. زینب جان سلاحت رو به زمین گذار گفتم. تمام اینه. من تو رو میکشم آدمی پست. تو باز کلاس هستم گفتم مسخره میکنی ها؟ خانم زینب لطفاً آرام باشه. جناب زبید دخالت نکنید. میل جان این کار بین من و او هست. نباید مسخره میکردی. تو رو نمیبخشم. چی گپ است همکار؟ این دختر چی میگوید؟ من چیکار کردم؟ تنها برای یک انگشترین؟ نسبتی خاطراتی کلتکلس به احترامی کردی. کلاس چرا برای تو اینقدر مهم است؟ تو دیگر وقت نداری که این رو فهمی. ایست نکن. ایست. نه. خودم را بزرگ داشتم. ترسنجگی فلاس. پس چرا این انگشترین رو از اون دختر دو دیدی؟ یکی تو رو میپرانیدم بعد میدیدی مسخره رو در جنازه همه کس میخندیدی. این را به تو فهمانده نمیتوانم. چه خیلی فهمانده نمیتوانی؟ مگر ما همکار نیستیم؟ وظیفه مخفی همکار. گفته نمیتوانم. وظیفه مخفی؟ گوش کن مراد، من تا امروز از تو هیچ چیز را پنهان نکردم. اگر حاضر به من چی بودنش را نگویی این همکاری اینجا تمام می شود. وظیفه من کلتکلس را دستگیر کردن است. نام مخفیش کلاس بود. میدانستم که اسپاسیو هست. همکار کلتکلس یکی از روزهای مقرری است. چه خیلی عملیات دستگیریش مخفی می شود؟ نمیدونم. وظیفه من تنها او را یافتن است. با فکر تو با کمیسر اونر علاقمندی دارد؟ نمیدونم همکار.
در حقیقت کلتکل زنده است همین خیلی نه ها؟ فکر میکنم که زنده است. میدونستم آخه. این را میدونستی چرا با من نگفتی؟ ها؟ ما همکار نیستیم مگر؟ من از تو یکون چیز رو پنهان کردم همکار؟ مخفیست میگویم نمیفهمی تو. این انگشترین را استفاده کرده او را دستگیر میکنم. گرفتنم را به هیچ کس نگو، مخصوصا به زینب. مگر اون انگشترین رو به تو میدهم؟ انگشترین از من است. تمام، نمیگویم. تو هم ببخشی کمی نافهمی شد همکار. نه همکار، چه خیلی بخشش. آخر خندیدیم کو. ای بگی دسته تلخم کفاندی. کارت نکه دیگر. خیر، من تو را گسل میکنم. دست بندت رو فراموش نکن. خیر، شب خوش همکار. رحمت بر تو هم. زبید، با دقت باش. تو هم. از پس انگشترین آدم گذاشته فکر کردی که نمیفهمم. انگشترینم رو از دست تو میگیرم. خدا را شکر که انگشترین را گرفتم. جان من، ایستا، التماس نرفت. تو رو دوست می‌دارم. چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. دیگر هرگز تو را تنها نمیگذارم. همیشه در دلم میمانی. قول میدهم. آه هجری، کار تو در حقیقت مشکل است. خدا مشکلت را آسان کند. من این خیلی نگفتم پدر. چه نگفتی؟ داد زدن گلوم تا درون دیک
آقای سعدی داد نزن در این وقت همه خواه. داد نزدم آخی من داد نزدم که داد بزنم. آخر این خیل نمی شود. هر شب حال همین است. نمی شود این خیل. یا صبر دلگیر شدم آخر. با خدا دلگیر شدم. آخر هجری گپ ایدهانی مرد یک بار مبرایه. تو به مناره برامده سایرم دوست میدارم نگفتی؟ امروز دوست میدارم پگه دوست نمیدارم. این خیلی میشوه. من نمیگذارم که تو مسخره باز بالای حسیات ای دخته بازی کنی. با یکان خلاصه آمدی. من تو دیگه گپ ندارم. نامزدی میکنیم ترا سایرم دیوانه را میتیمد. فهمیدی؟ چه خیلی نامزدی پدر؟ من سنم رو دوست میدارم. دلم فدای او هست. بازی میدونی دیلت چقدر چیکار میکردم؟ سری مرا ویران کردی. فهمیدی شما من رای خوب ندار کردم. آقای سعدی بس. همین تو بالای من نوره نبرومدی؟ برآمدم. ای همونجا داد نزدی که سایرم دوست ندارم؟ نگفتم. چی گفتی؟ من سایرم دیوانه رو نه سنم رو دوست میدارم گفتم. همه شنیدند گوشای من نشنویدند. من با گوشای خودم شنیدم. پدر من سنم رو دوست میدارم گفتم. بلنگو یک ویران شد. چی بلاشید میکروفون دا؟ همون میکروفون دا در سرت میده میکنم. حاضر با گناهی میکروفون شده است. همون میکروفونی پاید خود به خود سایرم دوست میدارم میگه. بچم تو چه خیلی بچه بیدیل بوده یا؟ آخه با بالای منوره برآمده من سایرم دوست میدارم گفته داد زدی کو؟ پایان که فرامدی میگوی که زیبا سنمی ترکیه را دوست میدارم. اوی خودش چی گپه؟ یا خدایا من چیکار کردم؟ من به سر خودم بلا آوردم. مادر باز نامزدی پامزدی نکنید. نکنید. من به فاتحه نمی آیم. میای؟ آیم هم فاتحه نمی کنم. میای؟ فاتحه کنید هم خاندار نمیشم. چی گفتی سای؟ چکر خاندار نمیشای؟ چکر دختر نامزدی کرده با او خاندار نمیشای؟ برای همین شما رو گفته استادم که سر و سیما نشوی. مشکل هجری اگر نمایی من ترا عقد میکنم. حق محلالت نمیکنم. جاش تا با سرت بگی کلت کارفرمان. هجری کلت کارفرمان. آقای سعدی برا جو گپ دخواه کن. من خواه کنی میرم. فقط تیاری ها را میبینی. گفت تمام. آخر مادر گوش کنید. من میرم خواه میکنم. مایلش بچم. مادر یک بار گوش کنید مرا. شوت خوش بچم. ای مادر جان این خیلی نکنید آخر. خودتان رو شرمنده میکنید. من با اون نامزدی نمیروم. اگر روم هم نامزد نمیشوم. نه نامزدی نمیکنم باز عیب میشود. البته که یگان راهش رو مییابم. با فکرم یگان چیز هم نمیآید. ولی شب دراز است. البته که میآید. هجری جان از هیجانی زیاد خوابت نبرد؟ توبه برایت شیر گرم کنم؟ نه رحمت نمیخواهم. قهوه؟ نه نمیخواهم. چای دم کنم؟ نمیخواهم گفتم کو. تو هم یک چیز رو بله بگوی آخر همه چیز رو نه نمیگویی. آدم کمی نسبت نامزدش مهربون میشود باید حتما در پایت پرانم. دلم رو شکستی. آخر با تو ناز کنی چونان میزیبد که
این حال رو ببینم. шайдон мегӯяд даҳону бинии инро бишкон, вале бояд ангуштаринро бигирам. ин чӣ хел хуб куни аст охир. боз ками сар будааст. ملی سرم تاب خورد. کافی است بینشی. طاقت کردن نمیتوانم. با زنگ میزنم. البته زنگ بزن. انا دیدی تلفنش خاموش است. ای خدایا، با آن دختر یگان چیز نشده باشد. خانم تولین، شما پروا نکنید. اون مثلی بچه است، با او یگان چیز نمیشود. از تو یگان کس پرسید؟ ملیس نمیشنود آخر مرا. با چی گپ شده است؟ زینب رو پیدا کرده نمیتوانیم. به خانه نآمد، نمیدونیم در کجاست. با این نگاه کنه، بولش رو مثل زن آغوش کرده است. مثل زنجیر سخت است. کی هستی تو؟ کی هستی؟ کی هستی تو؟ کی هستی توی دختر؟ این رو با من ده. تو کی هستی ها؟ گوش کن مرا. تو چی خیلی به خانه من دار اومدی ها؟ ها؟ کی هستی تو؟ بسم الله. آقای سعدی بخیر. آقای سعدی چی شد؟ گل نه گل نشی. ای پویان آواز آمد آخی به خانه کمیسر مراد دزد آمده باشه چی؟ آخی ورسیه عقل تکر در کار فرمود. خانه کمیسر به خانه ملیسه مگر دزد میدرویه؟ ای آواز دیگه چی بود؟ ای چی باشه با؟ چی های؟ من ایت پرسیدم. من هم ترا پرسیده استم. چی های؟ کی هستی تو؟ سرده. سرده. اینجا چی گفت؟ اومدم مراد. سرده. چی گپ است؟ کدوز در کجای؟ زینب اینجا تو چیکار میکنی؟ کنی گپ زن ای دختر. کجا دزد همی؟ آقای سعدی دزد نمیبینی؟ این دزد دل کمیسر مراد دزدیده استای. چه خیلی که من دل هجری رو دزدی کردم. من چرا دل این رو میدوزیدم خیر؟ چی ها گفته ایستاده ای؟
گویا من بسیار میخواهم که دیلم را به تو دهم. همین دختر میگم زینب نیست؟ هموی در این وقت شب در اینجا چی کار میکنن؟ چون؟ پدریم با ما چی دخل دارد؟ رفتیم از اینجا؟ چه دخل نداره آخی؟ پدر رفتیم؟ اینها اینجا چی کار میکنن؟ رفتیم پدر. دخترم در این وقت شب در اینجا چی کار میکنی ها؟ حاضر من به شما میفهمونم چرا اینجا هستم. این خیلی شد. لطفاً کمی یاریم کن. یاری کنم؟ چه خیلی با تو یاری کنم؟ در نصف شب به خانه‌ام در آمدی، با بالای سرم بر آمدی، باز یاری میخواهی؟ برای هر دیمون عاقبتش بد میشه. کاری ندارم، چیزی شود شدن گیرم. یگان چیز بگو. چی گویم آخر؟ یا خدایا. حاضر همش رو به شما میفهمونم. این خیلی شد. من وقت تمام شد. وقت تمام شد. دیدی؟ فهمودن توانستی. چی شد؟ تو هم با من میسوزی، فهمیدی؟ من چرا میسوختم؟ آخر همه جور جزیر کردین ها؟ چیکار کردین؟ بازی کردین یا جنگ کردین؟ یک دیگر را خفه کردین؟ چی شد آخی؟ فهموندن نتونستی؟ بازی نکن. چیکار میکنی؟ ای با نمیدونم. آقای سعدی این کاری شخصی شونه نپرس، بچه ها را ایزانت ده. چی با نمیپرسم؟ این دختر به خونه این بچه میدر آمده است، در یک گوشه که می ایستاده است، من نمیدونم. کبیسره این کارو به تو نمیزیبه. تو باید اگه به این دختر خونه دار شوی، اگر این کارو رسوا میشوه. من همین خیلی خوبم، حالا در فکر خانه‌داری نیستم. خانه‌دار شدن نمیخواهم جناب سعدی. گویا که من بسیار میخواهم. با خواستن و نخواستن تو علاقه ندارد. من نمیخواهم جناب سعدی. نه در فکرش نیستم آخر جناب سعدی. حالا در فکر خانه‌داری نیستم آخر، در فکر هیچ چیز نیستم. خوب فکر کن. نه نمیخواهم آخر. فکر که گفتم. دیدی با چی احوال گرفتار شدیم؟ همه‌اش از پشت تو شد. همه‌اش از پشت تو. من به تو نگفتم که کمی یوری کن. خاموش ایستادی، دیدی سرمون در بلا گرفتار شد. زینب با تو چه خیلی یوری میکردم، مگر نمیبینی احوالمون رو؟ نمیبینی همه همسایه‌ها ما رو در بالای رخت خواب دستگیر کردن، جایی فهموندن نیست. خاموش بوده است. حاضر دوملا عظیمی در زنگ زنم در رو اومده. نه لطفا زنگ نزنید. اینجا همین مسئله رو میپوشونید. بسیار دراز کشید. ایرا باید سری وقت فکر میکردیم. من به عظیمی زنگ میزنم. نه حاضر من حالی با جنابی عظمی گپ زدن رو ندارم، لطفا زنگ نزنید جناب سعدی. بعد دوملا عظیمی زنگ میزنم بیایه و کار در گرمیش گفتم کجاییم چون رفتیم دخترم رفتیم. بر شما شبی خوش. مادر بیا. بخشش کمیسر مراد. این کار را تنها نکاح تازه میکند. نکاح یک جای میکنیم. هجری را به سیرم، زینب و مراد. خوب فکر کردی جناب سعدی، ولی من نکاح بچه های خودم را کمی پنهانی میکنم. چی به آخی؟ تو کاردار نشو، من خودم حل میکنم. تمام. تو دیوانه هستی چی؟ آخر خانم زینب در خانه مرا چیکار داشته؟ مال خانهش یک طرف در جگه خود چیکار میکردی؟ جنابی زوبایت مثلی شنیدن نیست. چه خیلی مثل شنیدن نیست، همه میگفه میگن. نمیفهمید آخر. چرا نمیفهمم خانم زینب؟ این کمیسری شرمنده انگشترینی من را بود. این رو از کجا میدونید؟ آخر چشمش همیشه در بالای انگشترین دخترم که من بود. من خواستم که چیزی دوزیده او رو باز پس گیرم. از کجا میدونید که او دوزیده است؟ انگشترینم در رو از جناب زوبایت. لطفاً رفته انگشترینم رو از دستی گیرید. چی گپ است این دختر با ما که ها باز دیلش رو داده بوده است کو؟ البته او را که رد کردم پرغرور شد. دیوانه خواست مرا کشد باز. یک دقیقه. این کار را تنها یک چیز تازه میکند کمیسر. زود از پس آمادگی ها شوید. جناب دخترم برویم. پیش درا. کنی زود باش. تو هم پیش درا پسرم. رو دختر رو. با تو کاری ندارم دیگر رو. بچه مبارک تان شود. خدا خوشبیرتون کنه. همین دوملا عظیمی است، همه کار حل می شود. تو هیچ پروا نکن. خدا نشان ندهد مقصدی نه. شبتان بخیر. او دختر قدیمی تو که بچم خیر. شبت خوش. شب بخیر. شب بخیر. هجری. شنیدی همین خیلی؟ یک جای فاتحه‌مون میکردند. شنیدم. من نامزدی نمیکنم. من هم راضی نیستم برادر. دلی من مایل دیگر کس است. خدا نشان ندهد. نامزدی نمیشود. تمام. تو حاضر به درون در آمده این را به آنها فهمان. تماما رفته گپ زنم. تو هم در اینجا نشین خونو کس رو بدر. میدرایم میله. شب بخیر. آخر در این دنیا اگر یگان دختر نماند هم من تو رو نمیگیرم.
واسیه دعوتنامه رو حل کردی؟ آقای سعدی تو حالم خوبی؟ من علکه نیستش تقسیم کردم. بین چه خیلی خوش رو اومدن. در توی بچه‌مون هجری و سایرم شما را هم انتظاریم. اگر بیای خرسند میشویم. خوبینم؟ این رو شما تقسیم بکنیم؟ این دعوتنامه های من هستن. ببینید چه نوشته شده است. رسمی پرنده هم گذاشته شده است. به نامزدی پسرمان مراد و دخترمان زینب همه تان را منتظر می شوم. چه آمده است؟ گوش که عظیمی پرنده مونده نه. اول باید تو اونا را راضی گردانی و خیر میدونی. دیدی بچه من چخیل بالای من را برامد ایش اعلان کرد. لیکن همه کمیسر دختری ما زینب دوست می داشته باشه. آخر آنها یک دیگر را دیوانوار دوست می دارند. دیوانوار ناز کرده ایستادند. برای آنها سورپریز میکنم. بعدا به آنها میگویم. دعوتنامه ها را پنهانی تقسیم میکنم. این خیلی باشه رفته یک جای تقسیم میکنیم. سلام علیکم اکای جوهر. علیکم سلام هجری. و علیکم سلام. آخر این کاری کردن به تو زیبید مگر؟ چی گپ شده است اکای جوهر؟ ایرج باز میپرسد که چی شده است. هجری بسیار تغییر یافته است. مثل پیشتر نیست. من هم حیران شدم. اکای ایرج، اکای جوهر چی شد؟ من چیکار کردم؟ این چی است؟ چی است؟ دعوتنامه. باز به سیرمی دیوانه نامزدی میکردی ها؟ مادر پدر، آنها در حقیقت مرا فاتحه میکنند؟ گویا خبر نداری. باز فریب میکنی برا؟ از نامزدی خبر ندارم. من سنم را دوست میدارم. میدونید کو من با سنم فاتحه میکنم. ایرج به این بچه چی شده است؟ سنم رو دوست میدارم میگوید. سیرمی دیوانه رو دوست میدارم. یکی اینش یکی ویش. دو دختر رو اداره کردم به تو میزیبد مگر هجری ها؟ خدایا توبه کردم. این چی گپ است که ایرج؟ به این نگر. آخر تو یک دختر زیبا سنمی ترکیه رو رد کردی. دختر از پشتی تو شده، از حیات دست کشیده است. دختر بیچاره از اندوهی زیاد به رخت خواب افتیده است. آخر که جوهر دیگر هیچ چیز نگو. کافیست. میپرونمت سیرمی دیونه. منتظر شو میپرونمت. آی خدایا این رو بگیر. دیگرش رو بده. سنم ایست دخترم. تو دیوانه شدی مگر؟ میپرونم اون دختر مادر. میپرونم. نکنم برای خدا این کار رو. کی سلاح رو به سنم داد؟ بابای خادر خبر دارد خانم. خادر؟ چرا به دست دختر سلاح میدهی؟ دعوا نکن جان. ما دخترم کمی آرام شوم. هجری تو این رو به من چخیل کردی؟ چخیل؟ یا خدایا نکن دخترم. آخر خودت رو میپرونی. این ویران شده است کو پدر؟ تو با دقت باش. آخر این هدف رو نمیپروند کو؟ یا خدایا آخر این پرونده نمیتواند پدر. ای خودی گریزید بچه همه رو میپراند. مادر پدر پیران شده. بعد از این دختر بیهنر کسی را داد آخر. خودتا گفتید کشه؟ ادامت را گیر. خادر دخترم آن سلاح را خود زمین گذار. آخر همه رو میکشی. قادر دیدی از پشت ما از این دخترمون بچه احوال گرفتار شده است. دیدی؟ نه مادر هجری هم بگناه هست. فهمیدید؟ او بگناه هست. همون سیرمی دیوانه بدرو است کو. همون زن هجری هم رو از دستم کشیده گرفت. همش از پشت آن زن شد. آخر آن زن هجری هم رو از دستی من گرفته ایستاده است. ولی من میکشم اون دختر رو. آن دختر رو میکشم. میکشم او رو. آرام شو. بچه ها بیدانی چی شده ای؟ کنونی دیوانه سایرام
تو رو هم دعوت میکنیم. این چی هست؟ کجا خودت ببین. با نامزدی پسرمان هجری و دخترمان سیرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نوری دیده خاک قدم هایتان. вай аблаҳе занҷирро иваз кардааст. боварам намеояд зайнаб бо комиссар мурод дар хонааш чикор доштааст? ман ҳам пурсидам вале ӯ гуфта нахост. ман ба шумо гуфта будам ки ин духтар ба комиссар дил додааст, вале аз ҳад гузард. кани духтарҳо аз паси кор шавед. кани зудтар, зуд. онҳоро дидӣ? меравем. توبه این بیشرم رو بین با خانه بچه در آمده است. جنابی سعدی اونها رو دستگیر کرده است. اینی با قریبی توی دورند گو؟ نام ما در کوچه بر آمده است. این دختر باز یگان کار بیمانی نکرده با او صحبت کنیم. بخشش یک نمی آید. لطفاً بیایید. لطفاً بشین چون که مسئله مهم و گپ زیاد است فهمانم. با این دختر اهمیت ندادیم قهر کرده است. از همه خوبش وضعیت را با نازکی فهمانم. خانم چه خیلی میدونید دیشب حالتی ناخوشی رخ داد بینمان. به اجازت به خانه هم در آمدید و خواستید که مرا کشید. ببینید اینجا ایزش هست. شما را بسیار خوب میفهمم. البته جاذبه مرا طاقت نکردید و به شما بی‌اعتنایی که کردم مرا خواستید کشید. این خیلیش را باز نو دیدم. بسیار وقت دخترها برای من بیمار میشوند. وقتی که بی‌اعتنایی کنم دیوانه میشوند. ابله دلی شما را شکستن نمیخواهم، ولی نسبت شما یگان حسیاتی ندارم خانم. مرا خطا نفهمید. دختر زیبا هستید ولی خواستی من نیستید شیرینم. با شما امید داده باشم که یک جا میشیم. به یاد ندارم میبخشید ولی به حسیات شما جواب داده نمیتوانم. کاش به خانم نمیدر آمدید و پیش از آن با من صحبت میکردید. ба хонат ба хотири ту дар омадам магар? аблаҳ барои ангуштаринам дар омадам. дузди ифлос. حاضر چه خیلی که میبینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر میکند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمیکنم. این را اصلاح کردن در دست شما است. چی گفته ایستاده تو؟ من پلیسم آخر. کمیسر هستم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمیخواهم. با این شرمندگی اجازت نمیدهم. حاضر به همه میگویی که تو به من عاشق هستی و من در بین همه به تو اعتبار نمیدهم. نمیخواهم که بخت من پوشیده شود. او من با شما چیکار دارم آخر؟ خوب این خیل باشد در حجره من چیکار میکردید؟ یا که خواستید که مرا در حالت خوابم بوسه کنید؟ انگشترینم را از تو میگیرم. گوش کرده نتوانست. حقیقت را قبول کرده نتوانست. چیکار کنم دیگه؟ جورا جون حیف شد اکای کنان به خدا. برای چی؟ غمگین شده است. چرا آخر؟ آخر دوست داشتهاش رو به هجری میدهند. ها تو آن رو میگویی فهمیدم، ولی هجری هم بسیار نادان بود است برادرم. یک چند سال ادومی سلام میدوید، سلام گفته. خب حاضر باشد دیوانه سیرم. بسیار عیب شد. هجری در نمیزیبد. او کمبودی دارد ولی تو هیچ کمبودی نداری ها؟ من چیکار کردم؟ اکای کانون یک عروس داشت نامش بانو. تو با او عاشق نشده بودی؟ او رو گپ نمیدادی مگر؟
آن زمان که بود عشق بانو و شوکت دست چولاق کنعان نمیکرد حرکت، میگشت در بازار برکت. فهمیدی؟ برو از اینجا. ایتا اول کتابی تاریخ بخون بعد گپ زن. حیوان اینجا کوچه قلب به اصل بودست. ای بدبخت گپتون نته. تا اول قصه عشق بانو و شوکت بخون. کلت خالی خالی. فهمیدی؟ خالی گفته نیست، مرا عصبی نکن. ترم بدبخت خواهر کلتکلس خیلی فریب کردی. شوکت نلا. بدبخت بیسی مرا نام خرم کردیسه. نام در خاطری ما اومد. اولیا حضرت کنم. اگه اومدی؟ اکا چای بیارم. اگر تو مرا دوست نداری زندگی کردنم معنا ندارد. یا خدایا اکه کنون الله مردم صلات جنازه بنده مومن. اکه کنون مرا یک دختر این ارزش داشت مگر مغزی سرش پشت خورده باشد. دیوانه مغزی سر نداره. کنانی معبدی امو اکه کنون تو نمردی مگر سراغ نیست کن. چقدر مردم؟ چی میگویی بدبخت؟ تا عشقم را به سهرم دیوانه اعلان نکنم مرگ به من حرام باشد. اکه کنونم این خیل باشد سیرم دیوانه تو رو میپراند. با فکر من هم انیق میپراند. اگر مرم هم از دستی سیرم دیوانه مرم. یا توبه. با ملوی جنازه کن زنگ بزن. اولیا حضرت زکاز داری؟ رحمت مبارک شود. حتما میآییم. تشکر، منتظر میشویم. خیر عزیزم. سلام سیرم. چی شد کنون دیوانه؟ باز یگان دعوتنامه دیگر میخواهی؟ نه من تو را کنی گپ زن آخر. تو را دوست ها آخر چی شد آخر؟ یگان مشکلی داری تو؟ سیرم من تو را گپ زن آخر؟ سیرم من تو را دوستی. خیر گپ زن. رو از اینجا دعوتنامه ها رو تقسیم میکنم. کاری زیاد دارم، با تو وقت ندارم. خیر تمام شدی دیوانه. من هجریم رو به تو نمیدیم. تو چی کار کردی ایستاده ایستادم؟ خدا لعنت کنده. تیر تموم شده است. اکای کنون تو یگان تیری زیادتی نداری؟ نه تو دیوانه شدی؟ چی کار میکنی؟ اکای کنون باید آن زن رو بکشم. هجریم رو از دستم گرفتم. هیچ به عقلی نکن. رهایم کن اکای کنون. باید آن زن رو بکشم. کنی تاپانچه را با من ده. ایستا. باید انگشترینم رو گیرم. دختر چیکار میکنی تو؟ بخشش پایم لغزید آخر. من نمیخواهم آخر. تو چیکار میکنی؟ این کارت نادرست است. من به تو نگفته بودم که از این دختر دور باش. مراد من نگفته بودم که این دختر مدام مقوله. چه گپ است همکار؟ من این دختر دوست میدارم ابله.
چی گپ است آخر همکار؟ ما تنها صحبت داشتیم. مراد چقدر صحبت داشتی که در بالای پاچش نگیمت بدبخت؟ بیهودگویی نکن زبید. میدونی که به خاطر دختر من آدم میکشم آدم. کی رو میکشی تو ها؟ تو رو میکشم حیوان. کی رو میکشی تو ها؟ چیکار کردی تو؟ مراد نبر لطفا. نه چیکار کردی تو؟ جناب زبید زینب سوزی خوش آمدید. خوش باشید. من به درون میروم. بله تو برو اکنون. همکار خوش آمدی. شین با تو یک چای نوشیم. کوشین بشین. چی شد با تو همکار؟ با فکرم هر دوی آنها به تو دل دادند. عجبا کدامش به تو خوش می اومده باشد. پروای یگان دست رو ندارم. با فکرم از کمیسر مراد خوشت می آید وگرنه چرا به خونه‌اش می روی؟ آخران بارو میگومید که زینب دور باش. چی ها میگویی همکار؟ مراد مطرح نگفته بودم که زینب مده مخوله که یکی میبینیم در پیش زینبی. چی گپای؟ اگر او را خوش آید من چیکار کنم؟ همیشه در اطرافم است. چیکار کنم؟ مراد میدونی که با این کارات مرا زیغ میکنی. همکار تو رو چرا زیغ میکردم؟ زینبم زیغ نکن. چالش رو بده. چالش رو دوزده او بسیار زیغ است. دیدی نه این خیلی نمیشود. برای دستگیر کردن کلتا کلاس به انگشترین احتیاج دارم. نمیدیم بخشش. با نزدیکی میفهمیم که تو از قفای کلتا کلاس هست یا از قفای چیزی دیگر. حتما میفهمیم کمیسر مراد. با نزدیکی میفهمیم. با این چی شده باشد؟ یا که از من حالا هم شبهه دارد؟ سایرمی دیوانه، مگر من هجریم رو به تو میدیم؟ آی دختر تو در این محله چیکار میکنی؟ یا باز از پس گهواره بخشم هستی؟ میپرانم تو رو. هجری من رو دوست میدارد. این رو بفهم آخر. پگاه نامزدی داری میدانی؟ چه خیلی نامزدی ها؟ عجینه؟ تو هم میتوانی بیایی. در این روزی خوشبختی همون تو رو هم دعوت میکنیم. بگیر شرم نکن. این چی هست؟ هجری! اکا ای بنفشه من چیکار میکنم؟ اگر سنم نامزدی رو فهمد مرا ترک میکند. من باید یگان کاری کنم. با اکت کمک نمیکنی تو؟ اکا من چی میدونم؟ من ترک کند به اینم تو با سایرمی دیوانه نامزدی میکنی. هرگز. چخیل نامزدی؟ پدر و مادرم حوض نخورم. من نامزدی نمیکنم. با نامزدی هم نمیروم. من سنم رو دوست میدارم. چشمم با جز دیگر کس رو نمیبینم. تمام. حتی صدایش هم در گوشم است. مایده چم. با فکرم صدایش در گوشت نیست، در بیرون داد میزند. سنم اومده است. سنم؟ برو هجری. سنم؟ هجری. فکر میکردم دیگر روی مرا دیده نمیخواهی تو. هجری. میدونستم که بر میگردی مایده چم. خاموش شو. زود به پایان فرا. جواب این دعوتنامه رو به من بده. فرا. تمام سنم حاضر میفرایم. این چی است هجری؟ چی است؟ من هم از تو این را پرسیده ایستادم. این چی است؟ بگو چیه؟ تو خودت رو زحمت نده. من میخونم با ذوقی بلند. با نامزدی پسرمون هجری و دخترمون سایرم دیوانه شما رو دعوت میکنیم نور دیده خاک قدمتان. از کسی از همنام ما است. مگر تو مرا مسخره میکنی؟ تو مثل من دختری گل برای زیبا سنمی ترکیه را گذاشته با اون دیوانه خونه دار میشوی. ای دیوانه بر این گپ نزن. من تنها با تو خونه دار میشوم. چشمم غیر از تو دیگر کس رو نمیبیند. زیقی نکن آخر. پس این چی است؟ این دعوتنامه است، اما یگان جای ترس نیست. همه زیر نظارت من است. آنها مرا مجبور خونه دار کرده نمیتوانند کو. آنها کاری کرده ایستادند که من از هجری دست کشیده او را به گهواره بخشش ببخشم. مگر من به این اجازت میدیم؟
گوش کن هجری. سنم دخترم در کجا هستی؟ زنگ زدیم با تو جواب نمیدهی، تلفنت رو هم خاموش کرده ای. چرا به اینجا آمده دخترم؟ این مسئله تمام نشده بود مگر؟ این مسئله هیچ گاه تمام نشده بود کن. با تو و سایرم دیوانه خوشبختی میخواهم پسرم. نهایت دخترم از تو خلاص میشود. بیو دخترم، بیو 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 رفتیم جانم. بیو 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 جانم. ابله چی؟ و هیچ کس نگویید. نامزدی دخترم زینب و کمیسر مراد را حل کردم. در نامزدی هجری و سیرم من این خوشخبر را به همه اعلام میکنم. چه خیل است؟ بخیر است کنان. یگان کمبودی دوری؟ درد میکند، درد عشق میکشم. با کی عاشق شده ای تو؟ گوش کنید جنابان، به هیچ کس نگویید. با آنها سورپریز میکنم. با کمیسر مراد و دخترم زینب سورپریز کاری کلام میکنم. با دخترهای محلمون با چشم بد نگاه نمیکنید. کسی نگاه کند هر دو چشمش رو میگیرید. اما استاد یک سوال پرسم. کنی بپرس قم بچه. استاد بچه‌ای که دخترها را با چشم بد نگاه میکنن چند قبر غشش کنم؟ همش را یک باره. چی نگاه داری تو؟ ثواب گرفته ایستادم، گناه هست؟ دستم درد میکنن. ملیز جان، زینب دختری امکی تو است با خونه مرادی ابله در آمده است. میدونی که وی ابله آرام نمیستد. با محله اعلان کرده است. همه گپی اونها رو میزنم. با تو چی فرق دارد؟ گوش کن ملیز جان، تو هم خطا کرده به حجره من دروی اگر خطا کرده میگویم که یک بوسه از رخسارم بکنی. من این رو تا آخر عمرم از همه پنهان میدارم. تنها تو و من میدونیم انا همین خیلی از جوان مردی. گم شو ابله، تو خیالت رو ادامه بده. استاد این دختر خودت با چشم بد نگاه کردی کو؟ او دختر محله خودمون نیست. اما استاد خاموش رو گرد کن بچه. آخر من این دختر را کی به خود اینقدر عاشق کردم نمیدانم. بگیر. یک باره به سرم میزدی. با نزدیکی آن رو هم میکنم. چی کار کردی تو؟ جزای تو این است. چند بار با تو گفتم که موی سرم رو سرده. ای دختر تو دیوانه هستی؟ قهرم کرد. قهرش کرده است. مرا هم قهر کرد. انا بگیرید بچه. حالت از این بر. چیکار کرده ایستاده تو؟ آی بخشش جنابی زبید. همکار خوب استی؟ چیکار میکنی دختر؟ ببین بچه احوال آوردی. آخر از پشت این شد. کنی ایست ببینم. دختر چی لازم هستی چشم این بیچاره برام کرده است. چیکار کرده؟ طوله مرا ببین. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای.
دختر دیوانه. یا خدایا توبه، چرا من وی را فکر کرده ایستادم؟ یا اینکه نسبتش حسی پیدا کردم؟ نه، من زهرایم را دوست می‌دارم، با او خیانت نمی‌کنم. سرم را در گرفت، برآمده هوای تازه گیرم. بسیاری بد گشتیم. همه را دعوت کردیم ها دختران؟ دعوت کردیم خاله جان، دعوت کردیم. های پگه میبینیم. هجریم را از دست اون میمون گرفتم. بسیار خوشحال هستم خاله جان، بسیار. وای، ما فراموش کردم که دگونه فاطمه ما دعوت نامه بودم. ما رفتم میتم تو خونه رو. ما میوم. فهمیدم خیلی نه؟ حاضر این دختر رو باید دزدید، از هوش میروانید، بعدا با جرگتو لیمچه کرده برمیگردونید. فهمیدیم خانم سنا. ایست، با ما میروی. چی گپ است؟ شما آدم های کی هستید؟ بسیار گپ نزن. انا روزت رو میبینی گهواره بخشی پست بی ناموس. شما خودتون کی هستید؟ از ما چی میخورید؟ بعد میفهمیم ما کی هستیم. من حالا معلوم میکنم که شما کی هستید. دمت را گیر. ماشین سوار شد. آنها سایرم رو میدوزدند؟ یک طرف ایستید از نزدم. سلاحت رو یک طرف گیر. زود با ماشین در بسیار گپ نزن. آه، نهایت از این گهواره بخش بی ناموس جانمون خلاص میشود. باز شما دوست داشته مرا میدوزدید ها؟ حالا من با شما نشان میدیم حیوان ها. پیش درو. آمدم سیرمی دیوانه، آمدم. سیرم؟ شما فکر نکردید که کی رو بوده ایستاده اید؟ مرا سیرمی دیوانه میگویند. مرا هیچ کس دزدیده نمیتواند. من میدزدم، من. کنی گپ زنید شما رو کی فرستاد؟ آها، شما رو میمون سنمی ترکیه فرستاده است. من با اون میمون میگویم که هجریم رو به هیچ کس نمیدهم. هجری از من است، از من. کانونی دیوانه؟
تو در اینجا چیکار میکنی؟ وای دیدم که تو رو دزدیده ایستادم برای خلاص کنی تو آمدم. بس کنی تو خودت کی هستی که مرا خلاص میکنی؟ خلاص کند نکند هجری مرا خلاص میکند. تو باز کی هستی؟ خیر مادامی که اومدی اینجا رو تازه کن، با صاحبانشون بفرست. من وقت ندارم، میروم. خیر. چقدر جرأت کردید که زنی دوست داشته مرا بدزدید؟ سلام بینندگان گرامی، اگر خواهشید تماشای فیلم های جدید از قبیل هدایت، گلچهره، اسرار ازل، یک اشتباه، در آرزوی پدر و همه روزه در پخش مستقیم آهنگ های دلنشین را دیدن می‌خواهید، پس در شبکه همراه استودیو داخل شوید و از نوارهایش دیدن کنید. در شبکه آبونه شوید، از نوارهای نوبتی آگاه باشید. استودیوی همراز، همرازی دلش.